پیام خانم نسرین قاسملو به مناسبت 82مین سالروز تولد زنده یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر اندیشمند ملت کرد. فرزندان غیور ملت کرد، دوستان گرامی اتحادیه جوانان دموکرات کردستان ایران، 23 سال پیش هنگامی که دکتر قاسملو شهید شد، چندی از شماها هنوز به دنیا نیامده بودید. بعد از به دنیا آمدن بزرگ شدید و تصمیم گرفتید دنبال روی مبارزه دکتر قاسملو باشید. دنبال به دست آوردن حق و حقوق ملت کرد. در نظر گرفتید که در این تصمیم سختی‌ها و خطراتی پیش رو دارید. اما مرگ که همیشه در کمین است، شما را به وحشت نمی‌اندازد. فهمیدید که زندگی زیستی است که می‌آید و می‌رود و به پایان می‌رسد. اما جاودان زیستن را از قاسملو یاد گرفتید. مهم این است که در پی زندگی کردن چه کار خوب و مهم انجام می‌دهید و چه نمونه مثبت برای دیگران هستید و چه چیزی را به عنوان میراث برای نسل بعد از خود به جای خواهید گذاشت. شما عزیزان چرا بعد از این همه سال به یاد جشن تولد دکتر قاسملو افتادید و راه دکتر قاسملو را ادامه می‌دهید که راهی پرخطر است؟ هر کدام از شما آگاه هستید و این واقعه را خوب در نظر دارید. وانگهی تاریخ شما پر از تراژدی است و امروز نیز هیچ یک از خطرات از بین نرفته است. جوانان عزیز کرد، شما وارثین ما هستید. دکتر قاسملو در تاریخ جدید و راه جدید علامت گذاشته است و به شما میگوید حمایت از اندیشه آزادی مشکل اما دائمی است. دوستان من، برای دشمن آدم کشتن انسان مشکل نیست، اما هیچ دشمنی مانند جمهوری اسلامی نمیتواند اندیشه آزادی و افکار ستمدیده را از بین ببرد. آزادی مثل نفس کشیدن نیاز حیات است. راهی را که در پیش گرفتید رها نکنید. اگر به نتیجه کامل هم نرسیدید، مبارزه شما تاریخ و آزادی کردستان را جلو خواهد برد و این نیز نمونه‌ای از میراث دکتر قاسملو و خواست و موفقیت شماست. از صمیم قلب دوستتان دارم و در کنار شما هستم. از اینکه شما اتحادیه جوانان دموکرات کردستان ایران این راه را ادامه می‌دهید و تولد دکتر قاسملو را جشن می‌گیرید احساس غرور می‌کنم. با تشکر، نسرین قاسملو، پاریس، 19 دسامبر 2012 میلادی.